سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوب من ستایشم، سوئیس زندگی میکنم و توی این چنل لحظه هامو باهاتون به اشتراک میذارم. امروزم میخوام برم جارو برقی بخرم برای خونم و با من همراه باشید. گارانتی. Oh yeah! اینه البته قرمزشه، رنگای دیگه شو نداشت و منم مجبور بودم فلفروجه اینو بخرم به خاطر اینکه جاروم چند روزه که خراب شده و خونه رو برداشته. ببین میدونی چیه؟ یکی از نشونه های بزرگسالی اینه که جارو برقی آنباکس میکنی. امیدوارم که خوب باشه. خوبه دیگه. ببین بوش کلن برند خوبیه، ولی از اونجایی که من هیچی از برندهای لوازم خونه سر در نمیارم، از چپول کمک گرفتم. چپول همون چت جی پی تیه، من بهش میگم چپول. گفت این خیلی مناسبه، یعنی با توجه به چیزایی که من بهش گفتم میخوام که هم فرش رو خوب تمیز کنه، هم پارکت و سرامیکو، همینم که مو رو خوب جمع کنه، چون من موام خیلی به شدت میریزه و خونه همیشه پر موه. این نه اینکه مثلا به شدت، ولی نمیدونم چرا خونه همیشه پر موه دیگه. خلاصه گفتش که این خیلی خوبه و قبل از این جاروم که خراب شد و حالا برندش رو بهتون میگم چی بود. ببین اصلا از اون برند هیچی نخرین، چون من مثلا اون موقع که اول میخواستم وسایل خونم رو بگیرم، بذار اینا رو جمع کنم میام راجبش باهاتون صحبت میکنم.
بهتون میگم چطور بود. بزن بریم. وای ببین جاروه عالیه، یعنی واقعا عالیه، خیلی خیلی خوشم اومد ازش. اصلا 20 واقعا. حالا برندش که برند معروفیه بوش، ولی واقعا اگه میخواین ازش خرید کنین خیلی برند خفنیه. من اصلا خونم شفا گرفت، نگاه کن واقعا 3 درجه فرشم روشن شد. اصلا یعنی خیلی خیلی خوبه واقعا. دمش گرم، راحت شدم. چون اصلا هر چی با این ببین من قبلا اینو داشتم، خب اینو داشتم، حالا الان سرشو کندم، الان بهتون نشون میدم، چون اینو دیگه میخوام بندازم بره، یعنی کلا میخواستم بندازمش بره دیگه، ولی دیدم که این سرشو میتونم چون اون پایینش، اون لوله قسمت پایینش پاره شده و دیگه جارو نمیکنه. خب حالا اون موقع که جارو میکردم همچین گلی نمیزد به سرم، ولی به هر حال گفتم این سریشو این یکی سریشو بزنم به این. حالا مثلا برای موب یا ماشین اگه گرفتم ایشالله به امید خدا بخواد برای اونم خوبه. خلاصه اینو نگه داشتم. ولی اینها برندشو نگاه کنید، واقعا از این برند خرید نکنید، اصلا از این برند به هیچ عنوان خرید نکنید. من موقعی که بذارم اینجا، من موقعی که میخواستم وسایل خونم و یعنی اولین باری که رفتم خریدای وسایل خونم که حالا گفتم چیزای واجب رو بگیرم و بعد دیگه کم کم مثلا وسیله اضافه کنم و اینا، گفتم جارو برقی مثلا چیه که حالا من برم یه چیز برند بگیرم و مثلا گرون بگیرم و اینا، چیزی باشه فقط جارو برقی باشه دیگه. ولی اشتباه کردم واقعا. اینو گرفتم، واقعا راضی نبودم من از این. اولا که رو فرشمو که اصلا موها رو جمع نمی‌کرد، اصلا رو فرش رو جمع نمی‌کرد، آشغالاشو، فقط موهای روی پارکت رو جمع می‌کرد که اونم اصلا خیلی یه بار جا میذاشت. میدونی چی بهت میگم؟ خیلی قدرتش اصلا خیلی افتضاح بود این. بعد من از همین برند دوباره گفتم مخلوط کن دیگه، چیه بذار مخلوط کنم از همین برند، همه چی دیگه چیه. نه ولی جدی گفتم مثلا مخلوط کنم، بذار یه چیز مثلا ارزون تر بگیرم، از همین برند مخلوط کنش هم گرفتم. مخلوط کنش که ببین یه بار اومدم تو شیرموز درست کنم، اولین بار موزای یخزده بود و اصلا موزا رو خورد چی میگن پوره نه، اصلا هیچ کاری نکرد، موزات تیکه تیکایی درشت مونده بودن و من اینجوری بودم که یعنی چی، مثلا یه موزم این نتونست میکس کنه. سری دوم و سری سومم یه 3 دفعه ازش فکر کنم استفاده کردم، شکست. این موتور زیرش که اینطوری اینو پارچه رو روش جا میذاری، اون شکستش و دیگه اصلا کلا از کار افتاد. اونو که همون موقع بردم انداختمش دور. جاروش هم که اصلا خوب نبود. خلاصه گفتم اینا رو بهتون بگم که اگه میخواین وسایل خونه، حالا مستقلین، ازدواج کردین یا حالا هر چیزی میخواین خونه خودتون رو درست کنین و وسایل بخرین، جدا پول بدین و برندای خوب و با کیفیت رو بخرین، به خاطر اینکه هر چقدر پول بدی آش میخوری. واقعا درسته، برندای فرعی نخرین، برندای ضعیف نخرین و چون ارزش داره دیگه، چون تو این وقتی برند ارزون میری میخری دوباره کاری میشه، یعنی اصلا واسط کار نمیکنه دیگه. خلاصه اینم از این. الان جارومو واقعا ازش راضیم و میدونم که این جارو عمریه دیگه میمونه برام کلی. خلاصه که همین، منم دیگه برم غذامو درست کنم بخورم و برم باشگاه و برگردم که بعد بشینم حسابی زبان بخونم. بزن بریم باشگاه.
بچه اینجا این کافه سر کوچه‌مونه. ملت شبا میان فوتبال میبینن هر وقت که تایم فوتبال باشه. دیگه الانم همه دارن فوتبال میبینن و آبجو میزنن و منم دارم میرم باشگاه. اینجوری است. لم داده جلو در خونه شون. پیشی سلام. سلام قربونت برم مادر، چقدر عسلی تو. هوام خدا رو شکر خنکه، داره باد خنک میاد. دیگه من الان از حموم اومدم و گفتم بیام یه سری از محصولاتی که برای موهام استفاده میکنم خیلی ساله و ازشون خیلی راضیم و بهتون نشون بدم. برندهای مختلف من تست کردم، از شامپو و ماسک مو و اینا. چیزی که به موهای من خیلی خیلی میسازه این برند لورآله که این لاینشو همیشه میگیرم. البته همه لایناشو من تست کردم تقریبا. این خیلی خوبه، خیلی واقعا آبرسانی میکنه، برای موهای خشک عالیه. و الان چیزی که جدیدن گرفتم، یعنی جدیدن که اولین بار اینو گرفتم، این ماسک مو از برند گارنیر رو گرفتم. بچه‌ها اینم خیلی خوبه، یعنی واقعا ازش راضیم. موهامو نرم میکنه، یه نرمی ابریشمی طور به مو میده، خوشبو. اینو میزنم جدیدن، اینو به ساقه موهام میزنم. بعدش از این اسپری ضد حرارت روی موهام اسپری میکنم. این هم از همون برنده که گفتم. اینو
میزنم به ساقه موهام، اینم به اسپری ضد حرارت اسپری میکنم روی موهام، بعد یه برس میکشم، موهامو سشوار میکنم. حالا بخوام براشین کنم و صاف کنم اینو انجام میدم. بعدش که خوش کردم و موهامو استایل کردم، از این دوتا روغن، حالا از یک کدومش هر سری یک کدوم میزنم. و بعضی وقتا هم قبل از حموم من از این روغنا به موهام، به ساقه موهام زیاد میزنم و به ریشه موهامم، ببین حولم داره در میاد. آره بعضی وقتا وای بچه کاش از حموم می اومدیم، این تمیزیه و این بوی خوبی که بدن آدم میگرفت میمون. این همون رزماریه که تو اینستاگرام خیلی دیدین میگن برای مو عالیه، واقعا عالیه. یعنی من که واقعا از این رزماری جواب گرفتم، هم ریزش موهامو قطع میکنه، هم من احساس میکنم روی رشد موام تاثیر داره برای من. خلاصه که این واقعا معجزه است، رزماری رو جدی بگیرید. من رزماری تازه با یه 10 تا دونه میخک، 12 تا دونه میخک و چوب دارچین میجوشونم، بعد خنک میشه، میریزم توی این آب پاشا تا یه مدت 10 روز، حتی مثلا بیشتر، یه کمم توی یخچال میمونه. قبل از اینکه برم حموم مثلا یه دیگه هر تعداد ساعت بیشتری بذارین روی موتون بمونه بهتره دیگه. مثلا منظورم اینه که 5-6 ساعت 10 ساعت هر چقدر که میتونید قبل از اینکه برید حموم. ولی خب حتی 1 ساعت قبل حمومت هم بزنی اوکیه. اینو قشنگ اسپری میکنم، اینطوری فرق موهامو باز میکنم، لابلای موهامو به ریشه سرم و به کف سرم اینو کامل اسپری میکنم و ماساژ میدم، قشنگ ماساژ میدم. بعد یک کدوم از این دوتا روغن یا روغن نارگیل طبیعی هم داشته باشین، اونم خوبه، من اونم میزنم، فرقی نداره. روغن کلا روغن تراپی هم برای مو خیلی خوبه. روغنم به ساقه های موهام خوب قشنگ میزنم، بعد موهامو جمع میکنم و دیگه حالا چند ساعت بعدش میرم موهامو میشورم. اینم واقعا من نتیجه دیدم از این کار. اینم یادم رفت بهتون بگم، در نهایتم که آخر که موهامو استایل کردم و همه چی، یه عطر مو به موهام میزنم که دیگه از واجبات، یعنی عطر برای من واقعا تو زندگی از واجبات، من عاشق عطرم. عطر، بادی میست، عطر مو، اسپری بدن، کلا عاشق اینم که همیشه بوی خوب بدم.